وزیر دروه ایرانی گهشت شام پایتخت سوریه جبو پیکانینا هندک دانوستاندنان لگل برپرسن رژیم سوریه. اژانسا تسنیم یانوچیان راگاند گو وزیر دروه ایرانی محمد جواد ظریف گهشت شام پایتخت سوریه و دیار کر گو جوینان لگل برپرسن رژیم سوریه پیک بینه هر وها و هندک مجارن گرنگ گفتگو بکه. جدرن خوجهیجی سوری راگهاندن گوهاتنا ظریف جبو شامه لسر دخوازک فرمی جهفشان خوی سوری ولید المعلم بو و دیار کرن گو اگر هیا گو ظریف سروک سوریه بشار الاسدی ببینه. روزنامه الوطن یا نزیک رژیم سوری راگهاند گو سردان ظریف گریدای آمده کارین گو رژیم سوری و حوالبندن ویدکن جبو وگراندنا پاریزگاه ادلبه. همان روزنامه اشکره کر گو اف سردان تی بریالوت که ولاتین گرانتیدار اسیتانا را گوید هفته و مهده ایران وره درخستن تشبینی کرن گوی بگهن لحوهاتنه که در بار پاریزگاه ادلبه. بریا چند روزه کی وزیر بروانیا ایران گهشت بو سوریه و گلک جوین پیک آنی بون هر وحال گل هفشان خوی سوری رکفتنک بروانیا امزه کرده بو. اوه دمکه و رژیم سوریه عمل کارین خواه جبو شر ادلبه دکه گو او داویترین پارزگه دبن دسته چکدارین اپوزیسیون سوریه ده و تی پیشبینی کرن گرده مکنیزیک ده و او شر دست پی بکه.